خب این حال ما اینجا ساحه مزدلفه هست. در ساحه مزدلفه حاجی صاحب وقتی که اینجا آمدن 3 روز سگ داده میشنه و احیانا 4 روز میشه. 4 روز هم میشه. روز اول حاجی صاحب چی رو میدن؟ روز اول شیطانی شیطانی تو وسط کلان نمیدن. خب این حال بر روز اول چند تا سنگ باید بگیریم؟ بر روز اول 7 تا. 3 4 7 دانه سنگ بگیر خود. 4 5 6 7 دانه سنگ بگیر. اینی 7 دانه سنگ است که خورترک همین قسم زده میشه نه؟ اینی 7 دانه. خب 7 دانه گرفتیم برای روز اول. صحیح شد نه؟ 7 دانه برای روز اول. برای روز دومش که هست 3 جای است نه؟ 3 7 21 2 3 4 5 6 7 8 9 11 شیطان اولی زده میشه، باز وسطی و سومی 3 جای است. از این خاطر 7 دانه زده میشه در اونجا جمرات. اولش جمره چی میگن؟ جمره صغرا، دیگه وسطا، کبرا. باز در روز دوم ارسش زده میشه. وسطا و در روز اول تنها صغرا بود نه؟ از اون خاطر بر روز اول عید، در روز اول عید فقط 7 دانه میگیریم، 21 دانه بر روز دوم عید میگیریم و بر روز سوم هم ارسی جمرات زده میشه، 21 دانه دیگه هم بعد از این میگیریم. کلش از اینجا گرفته میشه. 4 5 6 8 21 دانه میشه دیگه برای سیومیش. خب یکان تا حاجی صاحب اینو میگیره چطوری دیگه بس از این نمیشه سنگای خدا جمع میکنن و اکثرا به من در روز که آمدم خیلی وقتی که مراسم باشه بعضی از مردمای خیفاک هست در خلطه ها که بر مردم هم سنگا رو توزیع میکنن نه میتن در بین کیس در خلطه برات میته. مقصد منظوری است اگر خلطه ملطه چیز تیار نبود باز شما میتونید چی بگیرین؟ باز شما میتونید که مثلا 7 دانه بر روز اول بگیرین، 21 دانه بر روز دوم بگیرین، 21 دانه بر روز سوم بگیرین و روز چهارم هم باز بسیاری از حجاج چهارم هم میزنن که او هم 3 جمرات است. 21 دیگه هم میگیره کس روز چهارم همگیش از اینجا گرفته میشه یک بار دیگه پس اینجا نمیاد. چون از اینکه وقت حرکت کردیم باز دیگه میرن به طرف جمرات پس اینجا نمیاد. خاطر هم مجموعه کل سنگا رو باید از اینجا بگیرن و حرکت کنن. 7 49 دانه و اگر 9 بازم 21 میشه. اگر 70 دانه میشه. اگر کس روز چهارم بزنه 70 دانه. 70 دانه در مجموع 70 دانه. اگر کس نزنه فقط همو ثابت و سیار. آجی صاحبای محترم همین یک سنگ گرفتن حرکت میکنن به طرف چی؟ به طرف جمرات اونجا باید بر در و دیوار آیت توحید بینم بر در و دیوار. حجاج که بودو باش میکنن خیمه هست. یعنی خیمه است که باز حجاج وقتی که پس از مزدلفه آمدن نه؟ بله سلام. یا وادی که قبل از اینکه مزدلفه برند اینجا زندگی میکنن. قبل از مزدلفه هم میان اینجا زندگی میکنن حجاج رسمی. دیگه بعد از مزدلفه هم که آمدن هم اینجا زندگی میکنن. این خیمه است کنه حجاج در اینجا در ساحل منا زندگی میکنن. و همین جمرات هم در منا است ها؟ بله سلام. پس از مزدلفه است. داخل منا است دیگه داخل منا. داخل منا است؟ بله. ما شما رو میریم دیگه به حساب الحي القيوم يا سبحان الله الحي القيوم يا سبحان الله
الحي القيوم يا سبحان الله الحي القيوم يا سبحان الله. حاجی صاحبان محترم این صاحب منار هست. شما ببینید خیمه ها را اکثرا حاجی صاحبا وقتی که در مراسم میاین، وقتی که از چیز حرکت میکنن از تاریخ هشتم گفتیم که در منا میاین و اینمی صاحب منا هست که در اینجا شب تیر میکنن تا طلوع آفتاب روز عرفه در امی صاحب منا می باشن. اکثرا حاجیایی که آجیا خیلی جایی میشه خبر نه خود صاحب منا کلش کلان از دیگه. بعضی حاجی صاحبایی که یک ذره رسمی دارن و مثلا چی دارن باز الله الحي القيوم يا سبحان 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 الله صاحب محترم حرکت میکنیم و میریم پیشتر صحیح جمرات. توحید بینم بر در و دیوارها آیت توحید بینم بر در و دیوارها آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها آیت توحید بینم بر در و دیوارها آیت توحید بینم بر در و دیوارها الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله. دوستای عزیز با اینکه شما سال میکنین مسجد خیف است. مسجد مردم مسجد خیف میگن لکن خیف نیست خیف است. نه خیف خیف غلط است. غلط میگن مسجد خیف صاحب منا هستن. میبینین که از اینمی قسمت ها ببینین کلش تا با آخر زبر جان بگی کلش صاحب منا هستن. یعنی صاحب خیمه هستن و حجاج وقتی که جمرات هم میزنن چون 3 روز میباشن اینجا باز بسیاری از حجاج می اینجا در مسجد خیف هم بسیار بیروبار میباشه و اونو سرکا که است از اون طرف میان حجاج میان به طرف شیطان میرن. اینمی سرک است. مثلا یک سرک اینجاست میبینی سرک اول و اون سرک دوم است. باز اینمی هر سرک است. این جلسه کو این قسمت ببین یعنی جرا میبینی یک سرک به طرف منزل اول رفته یک سرک به منزل دو رفته یک سرک رفته باز منازل مختلفه که باز جمرات هم میزنن و از چند سرک همین طرف خودشان میان. این تعمیری که است رو بر این طرف که میری یعنی تعمیری است که داخل میشن و این جایی است که باز داخل از این جمرات که میگن شیطان ها زده میشه جمره زده میشه. این حالا میریم به داخل مسجد و جمرات هم میبینیم. آیت توحید بینم بر در و دیوارها آیت توحید بینم بر در و دیوارها الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم
القيوم يا سبحان الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان 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 الله الحي السلام علیکم و رحمت الله. یکی از مساجد مشهوری که در کشور عربستان سعودی هست و در ساحل منا قرار دارد نزدیک جمرات مسجد خیف است. میبینید بالا الحي القيوم يا سبحان الله مسجد خیف از جمله مساجد است که در اینجا حاجی صاحبا بعد از اینکه جمرات را میزنن روز اول عید، روز دوم عید، روز سوم عید، باز بسیاری وقتا که کسی جاهایی که مثلا در مزدلفه و در اینجا جای در اونجا رفتن نمیتونن باز میباشن در مسجد خیف و اینجا هم نمازها را میخوانن. خب يا سبحان الله الحي القيوم 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 يا سبحان الله. اینا در مسئله جمرات که هستن اصلا در مسئله جمرات که است در روز اول روز عید که است اینجا تنها جمره عقبه هست. جمره عقبه هست و منظور از جمره عقبه چی است؟ منظور از جمره عقبه اینمی جمره سومی هست. اصلا 3 دانه جمرات هست. 3 دانه است. یکی جمره اولی هست که ایره جمره صغرا میگن. بله. دومیش جمره وسطا هست و سومش جمره عقبه هست. ببینید جمره صغرا این جمره اولی هست. جمره وسطا در بین از قرار داره، این جمره وسطا میگن که وسطی هست. و جمره عقبه این سومی هستم. در روز اول آجی جمره وسطا و صغرا و وسطا را نمیکنن. در روز اول تنها جمره چی هست؟ عقبه هست. بله. در روز اول جمره عقبه میکنن، بعد از جمره عقبه که ختم شد باز اینا میرن برای قربانی. باز در روز دومش که است که حاجی میره باز جمله صغرا را میزنن. جمله وسطا هم است و جمله عقبه هم است. از این خاطر حاجی صاحبا متوجه باشن که در روز اول تنها جمله عقبه هست و در روزهای دیگه جمله صغرا هم است، وسطا هم است و عقبه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی صاحبای محترم برای جمرات میان. خب اینجا تقریبا چندین راه هست. اون سرک که هست یکی به منزل 2 میره. این سرک دیگه که هست تو به منزل‌های دیگه میره و این قسم ما که میریم که این از زمین، یعنی حالا فعلا به خاطر سهولت چند منزل جور کردن. کشانها ثابت و سیارها آیت توحید بینم بر در و دیوارها آیت توحید بینم بر در و دیوارها الله 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 لا اله الا الجمرة الصغرى. جمره صغرایی را میگن. الحي القيوم یا سبحان الله. این جمره صغرا هست. جمره صغرا هست که در روز اول تنها جمره عقبه زده میشه. جمره صغرا قرض گرفته نمیشه، از این خاطر در روز اول زده نمیشه، لکن در روز دوم و سوم باز جمره اول وسطا هست و کبرا هست. اینا خود جمره اینجاست. سبحان الله الله الله
الله الله الله الله الله کیست نقاش طبیعت کین همه نقش بدی کیست نقاش طبیعت کین همه نقش بدی جز خدای حی سبحان کس کند این کار جز خدای حی سبحان کس کند این کار اینمی جمهوری صغرا هسته در روز اولی زده نمیشه خب به خاطر از اینکه روز اول تنها جمهوری عقبه زده میشه که حضور بهتون تشریف میکرد در روز دوم سوم و چهارم بازی زده میشه که سنگ گرفته میشه الله اکبر همون تو بگنی بسم الله میگه نه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله این ضروری نیست که ستون خورده شد این ضروری نیست که در ستون خورده شد به حوض شد نه درست است پیامبر علیه السلام میگه خذوا عنی مناسککم بگیری از من مناسکتان این ضروری نیست که حتما در ستون بخوره فقط در حوض بیفته سنگریزه درسته و یک تعداد مردمی فکر میکنه که این شیطان است این شیطان نیست فقط یک تمثیل از او شده و اصل زدن جمره در وجود خود الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم یا یک تعداد مردم وقتی که جمع همی سنگریزه ها از پیش گم میشه فکر میکنه که حتما سنگریزی مزدلفه ضروری است حالا که ضروری نیست از هر جایی که سنگریزه از نام گرفته شود درست است که زده شود و یک گپ دیگه هست خب که بسیاری وقتا وقتی که اول می بسیار بیروبار می باشد در اونجا بیروبار زیاد است واسطه نمیزه کس هوشیار است چی میکنه می خود این طرفی یا سبحان الله الحي القيوم یا اینجا که بیایید جای بسیار کم می باشه باز اینجا میتونید مثلا اینجا باز نه بیروبار نیست دوتن بسیار بیروبار است اینجا بیروبار نمیباشه الحي القيوم یا سبحان الله 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 الحي القيوم در روزی 12 بعد از زوال زمانی کسی میاد جمره میزنه البته قبل از زوال جمره نمیشه بعد از زوال خدا میشه پس از جمره زدن همی صغرا روی خدا طرف کعبه دار میده و دعای اتجاه قبله و نمود رقم است یعنی رقم است از خاطر چیسته تو دعا میکرده میتونی دعا بکنی مستحب خب چی دعا کنیم هر چیزی که تو خودت میخوای تو دعای مخصوص برش نیست آن چیزی که تو میخوای مستحب است که دعا بکنی دعا میکنیم البته بعد از یه جمره ها باز می الحي القيوم یا سبحان الله الحي القيوم یا سبحان الله آیت توحید بینم بر توم جمره کس که الجمره الوسطى الجمره الوسطى یعنی جمره وسطی هست جمره وسطی هست و در روز اول این جمره هم زده نمیشه پس حاجی که آمد در روز اول در روز عید جمره اولی رو نمیزنی جمره دومی رو نمیزنی میریم در جمره عقبه که جمره کبرا هست ولی در روز دومی در سومی و چهارمی جمله اول زده میشه باز دوم آیت توحید بینم بر در و دیوار الله 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 این جمله دومی هست الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم یا سبحان الله
محمد رسول الله الحي القیوم. جمره الکبرا، جمره کبرا ما و شما جمره صغرا داشتیم، وسطا داشتیم و این کبرا هست. و مثل که قبلا براتون گفتیم در روز اول عید تنها همین جمره زده میشه که جمره عقبه هم میگن و او دو جمره دیگه باز روز اول عید زده نمیشه، تنها همین جمله 7 سنگ زده میشه و این همه نقش بدی کیست نقاش طبیعت، این همه نقش بدی جز خدای حی سبحان کس کند این کار ها، جز خدای حی سبحان کس کند این کار ها. آیت جمره کبرا هست. در روز اول عید احتمالاً زده میشه، فقط روز اول عید. باز در روز دوم سوم عید باز عزیز. تو سیارها آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها آیت توحید بینم بر در و دیوارها آیت توحید. انال حاج صاحبای محترم بعد از اینکه این سه جمره رو خلاص کردن باز بعد از این بریم به طرف قربانگاه، میریم ان شاء الله بخیر به طرف الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حاج صاحبای محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و از اینکه برای مراسم چند روز مانده و ما و شما اینجا در داخل هتل می باشیم، بناهن ما و شما سعی و تلاش بکنیم که در این روزها هم عبادت‌های خدا فراموش نکنیم. در جمله از عبادت‌ها ما و شما باید وقت از خواب بخیزیم، تقریبا ساعت‌های 3 و نیم بجه یک آذان در حرم شریف داده میشه که او آذان تهجد است. پس ما و شما باید وقت‌تر بخیزیم و برای رفتن به تهجد خدا آماده بسازیم. پس بعد از اینکه در مسجد رفتین چی میکنین؟ باید بریم به بیت الله شریف، در حرم شریف مسجد الحرام میریم و در اونجا نماز تهجد ادا بکنیم. و شما حاجی صاحبای محترم وقتی که از خواب بیدار میشین به خاطر ای که به تهجد برین، اول که از خواب بیدار میشین دعایشی است که الحمدلله الذی احیانا بعدما اماتنا و الیه النشور. حاجی صاحبای محترم شما تشویش نکنین، اگر این دعا رو یاد ندارین باز ما اوراق شبرتان انشالله این رو خبرتان خبر دادم، باز اوراق شبرتان انشالله توضیح میکنیم. همچنان در دعاهایی رو بخوانین که بعد از بیدار شدن از خواب بگوین که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اللهم اغفر لی. الحمد لله الذي دعا هم بخواین الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي واذن لي بذكره. بله خب برشان در تلفن بگوین که ما یک کاپی از این برشان توضیح میکنیم ان شاء الله. آج صاحبای محترم شما تشویش نکنین، یک کاپی از اینمی درس ها را ما براتون حتما کاپی میکنیم ان شاء الله تعالی و کاپیش در خدمتتان میگذاریم که شما از روی استفاده بکنین. از این خاطر ما درست است ما ان شاء الله تعالی کسایی که پیشنهاداتتان مد نظر میگیرم و ان شاء الله تعالی ما حتما یک کاپی از این براتون میرسانم، فقط حال شما بفهمین بعضی مطالب براتون میگم. دیگه حاج صاحبای محترم مسواک کردن است که کوشش بکنین که مسواک خریداری بکنین و بی بی عایشه صدیقه ام المؤمنین رضی الله عنها میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و آله هنگامی که در شب یا روز از خواب بیدار میشدن قبل از وضو نمودن مسواک مینمودن، یعنی مسواک بسیار ضروری هست، مسواک بکنین. دیگه در همین بستر و گپایتان منظم باشه و کی هم از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در کارهای خانه و همراه اعضای خانواده خود سهم میگرفتند و شما از اتاقتان در هتل با پای چپتان خارج می شدن و پاپوش خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله از پای راست می پوشیدن. همیشه کوشش کنیم ایها صاحبای محترم که با دست راست مثلا در نوشیدن آب یا پا استفاده بکنیم از دست راست و همچنان وقتی که خارج میشیم پاپوش خودم میپوشیم از پای راست بپوشیم که طریقه رسول اکرم صلی الله علیه و آله است.